تاجیکان را به کشورهای عربی به کار می‌فرستادند پرونده جنایی باز کرده است. در تاجیکستان به زنان 10 میلیون دلار میدهند تا که شرکت‌های استحصالی بسازند و برای مردم جای‌های کاری مهیا کنند. کمتر مبلغ دستگیری شود. ما یک کارخانه کارکردی میوه تشکیل کرده این میوه کارکرد کرده دیگر دولت‌ها صادرات کرده آبروی تاجیکستان میبرداریم. گروه آوازخوان‌های اساتینی که در روز چهارچوب روزهای فرهنگی روسیه به تاجیکستان آمدند میگویند آنها را مثل پرزیدنت استقبال گرفتند. تفصیل خبرها. به دنبال گزارش‌ها درباره استثمار شهروندان تاجیکستان در عربستان سعودی، دادستانی کل اعلام کرد به ضد 3 شرکت که شهروندان تاجیک را به کشورهای عربی به کار می‌فرستادند پرونده باز کرده است. دادستانی میگوید با این شرکت‌ها چندین شهروند تاجیک در کشورهای خاورمیانه عذاب و عقوبت کشیدند. میرزا نبی خالقزاد در این باره جزئیات بیشتر دارد. خوجا مراد در خط سیر 8 مسافرکشی میکرد. او در دوشنبه با آنکه هر جمعه به خاطر ثواب مسافران را رایگان به منزل میرساند نام برآورد. او برای انجام کار خیر هر روز جمعه 50 لیتر سلیرکه جدا کرده از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه طبق ریجه معمولی مسافرکشی میکرد. خوجا مراد قهرمان یکی از گزارش‌های رادیوی آزادی بود و از عمل خیرخواهانه او توصیف شد. ماه مرد حادثه به وقوع پیوست که دست او را از خیرات کوتاه کرد و خود نیز به صف احتیاجمندان پیوست. را برده گذاشتنش نمی‌بای بالا ماشین با ماشین افغان برآمد همه بالای ما کرده دیگه علاج نگفت خرم رو میزد. همونجا من نمیدونم ترسیدم. دکترها میگن استرس مغز میگن دست چپ و پای چپم کار نمیکنه. زنده ماندنش را هم او پاداش خیری در گذشته انجام دادهش میداند. وی گفت شاید دعای برخی مسافران که در روزهای جمعه بر عوض مبلغ از خدا برایش دراز عمری میخواستند مستجاب شده باشد، زیرا دختران به زنده ماندن وی امید نداشتند. او میگوید دختران گفتند در چنین حالت از 100 تنها 3 نفر میتواند زنده ماند. نیکی نقض کن میگن با خدا تعالی میگرداند. ممکن هم خوشده باشه این کار خدا. یکی من حاضرم اگر چی میکنم اگر من نقش دارم من برای الله با خدمت میکنم البته. حالا خوجا مراد تمام روزش را در صحبت با دوستانش سپری میکند. راندن ماشین برایش قطعاً منع است. نان آور خانه هم اکنون دلبر یونس و همسری اوست که در بازار سودا میکند. خوجا مراد میگوید تلاش‌های او برای گرفتن کمک پولی از مقامات دخلدار به نتیجه بوده است، زیرا آنها با وجود ورقه طبی به معیوب بودن وی شبهه دارند. معیوب میگه برداشتن بیارم این حقیقت میگه. او میتونم مثال اوقات میتونم میگم. وقتی تو معیوب مثال درجه 1 وای. حتی درجه 2 درجه 3 هست دیگه من های کردم میتونم با حساب شما ماشین کردم میتونم من. خبر میگه چرچ فروش میگه این راننده که همیشه در خدمت مردم بود و تلاش میکرد به نیازمندان دست کمک دراز کند، حالا در علاج درد خود ناچار مانده است. زخم میشه مثال من با کار کنم با خدمت کنم با خلق. خوجا مراد 53 سال دارد و صاحب 4 فرزند است. دختران او را امیدوار میکنند که امکانی دوباره به سر چنبر ماشین نشستن وجود دارد، اما طبابت وقت و پول زیاد میخواهد. پولی که همسر خوجا مراد نمیتواند با میده فروشی در بازار به دست دارد. بعد از ماجرا در یک مرکز تجارتی مسکو، گروه از مهاجران تاجیک میگویند مقامات روسیه به آنها اجازه کار نمیدهند. عین زمان 10 نفر از مهاجران عربکش از حق کار در مرکز لوبلینا محروم شدند و بیکار ماندند. یک از این مهاجران روز 26 سپتامبر به رادیو آزادی ویدیویی را فرستاد که نشان میدهد بعضی از عربکشان پشت در مرکز تجارتی منتظر اجازه ورود هستند. سفارت تاجیکستان میگوید قضیه را پیگیری دارد. بعد علت کوبی بیرحمانه یک مهاجر تاجیک از طرف پاسبانان مرکز لوبلینا 100 نفر از کارگران تاجیک با طلب جزا دادن گناهکاران در نزد بازار تظاهرات کردند و 10 نفرشان هم بازداشت شدند. کمک مهاجران تاجیک روسیه به مسلمانان پناهنده میانمار در بنگلادش رسید.
ما در این باره فردا روزی چهارشنبه گزارش داریم که آن را در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب بخوانید و تماشا کنید. برنامه را ادامه می‌دهیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمله مرگبار یک فلسطینی در یک شهرک یهودی نشین را محکوم کرد. در این حمله در روز 26 سپتامبر 3 نفر از جمله یک مأمور 20 ساله پلیس اسرائیل کشته شد. بعد از تیراندازی محل حادثه را محاصره کردند و خویشاوندان حمله‌ور از حق کار در اسرائیل محروم شدند. روز 26 سپتامبر یک فلسطینی با تیراندازی به سوی ماموران امنیتی اسرائیل در شهرک هرادر در کناره غربی رود اردن 3 نفر را کشت. به گفته مقامات اسرائیل در حمله یک نفر دیگر مجروح شده است و فلسطینی مسلح را در حمله جوابی کشتند. به گفته مقامات انتظامی مرد حمله‌ور با گروهی از کارگران فلسطینی به محله یهودی نشین آمده است. وقتی تقاضای سند از او در درآمدگاه محله، فرد مسلح تفنگچش را کشیده به سوی پاسبانان و پلیس تیر انداخته است. در بیانیه مقامات آمده است که فرد مسلح 37 ساله ساکن روستای بیت سوریک واقع در نزدیکی محله یهودی نشین بود و اجازه نامه کار در اسرائیل را هم داشته است. برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور که زنان به تجارت خرد و میانه بسیار مشغولند، قرار است به زودی طرحی چند میلیون دلاری برای کمک به زنان شروع شود. یک مؤسسه بین المللی مالی گفت میخواهد به زنان تاجیک 10 میلیون دلار کمک کند تا آنها شرکت های بیشتر باز کنند و جایهای کاری نو بیافرند. در این باره شادمان یتیم گزارش میدهد. جای کاری تشکیل کردم، اهالی را با مال و محصولات وطنی تامین نموده ایستادم، زنان را با جای کار. نادیره مومیجانова از ناحیه اشتی ولایت سوخت در 4 سال برای 10 زن دهاتی کارگاهی دوخت لباس مکتبی بنیاد کرده از حساب این شغل دست کم زندگی 10 خانواده را تامین می‌سازد و می‌خواهد تجارت خود را بزرگتر کرده محصولات صادراتی تولید کند. من می‌خوام یک کارخانه کارکردی میوه با تأسیس زیاده از 50 نفر جای کاری، چون که ما میوه داریم، زنای متخصصای همین ساحه داریم، کمتر مبلغ دستگیری شود. ما یک کارخانه کارکردی میوه تشکیل کرده، این میوه کارکرد کرده دیگر دولت‌ها صادرات کرده آبروی تاجیکستان میبرداریم. احتمال دارد این آرزوی نادیره مومیجانова با کمک مالی حکومت شویتساریا اجرا شود. با این نیت او به دوشنبه آمده است. 25 سپتامبر در دوشنبه مراسم معرفی آغاز طرح بانوان صاحبکار تاجیکستان بانک اروپایی بازسازی و رشد معرفی شد که قصد دارد با اختصاص 10 میلیون دلار حکومت شویتساریا تجارت زنهای تاجر را توسعه بخشد. در این مراسم تاکید شد که این مبلغ قرضی با امتیاز است و هر صاحبکار زن بدون مشکل جدی می تواند از سود تجارتی خود مبلغ‌های قرضی را برگرداند. تاجیکستان 17مین کشور عضو این نهاد بین المللی مالی است که در آن برنامه بانوان صاحبکار مورد اجرا قرار می‌گیرد. حدود 42% بانوان تاجیکستان به خودکفا بودن تلاش دارند و قرضهای بانک اروپایی رشد می تواند در این زمینه به آنها کمک جدی رساند. قرضها اساساً توسط دو نهاد بانکی اسخط و ایمان اینترنشنال جدا کرده می شوند و همه آنها با امتیاز هستند. پژوهش‌های ما ثابت کردند که در تاجیکستان شرکت‌های رهبرشان زن در دسترسی به منابع قرضی با مانعه‌های زیادی روبرو می شوند. با گفته مقامات تاجیک در 5 سال اخیر بانک‌های کشور به بیش از 64,000 زن صاحبکار تاجیک به مبلغ حدود 6 میلیارد سومانی قرض دادند. حکومت جمهوری در همکاری با شریکان رشد تاجیکستان به مسئله دستگیری دولتی زنان و تشبس‌های سازنده آنها منفعت‌دار بوده پیگیرانه کوشش می‌نماید که این نیروی بزرگ را برای رشد استوار کشور و کارهای آبادانی و سازندگی پورا استفاده برد. از جمله فوند سال جاری 21 لایحه بانوان صاحبکاری را به مبلغ 12 میلیون سومانی دستگیری نموده است که نسبت به سال گذشته 9 لایحه زیاد شده است.
در همین حال اقتصاددان تاجیک میگویند که هرچند بانوان تاجیکستان به دلیل به مهاجرت کاری رفتن بخش قابل ملاحظه مردان وارد تجارت شدند، اما تحلیل ها نشان میدهند که صاحبکاری زنها همچنان در سطح کارخانه های خرد و میانه باقی مانده. تا حال در تاجیکستان تاجرزن پیدا نشده است که تجارت بزرگ داشته باشد و اسمش در خارج کشور مطرح شده است. حالا سهم زنان در اقتصاد تاجیکستان 21% را تشکیل می‌دهد که در بخش‌های مختلف به صاحبکاری مشغول هستند. در برابر نادره حدود 80 زن صاحبکار برای اشتراک و دریافت این گونه قرض‌ها به اینجا آمده بودند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه. در دوبای یک تاکسی را نمایش دادند که ممکن است سالهای نزدیک شما را زود به جای لازمی برساند. تاکسی شبیه چرخبال است و راننده هم ندارد. برای دعوت تاکسی کافی است به تلفن موبیلتان چند انگشت بزنید و آن به نزد خانه‌تان حاضر می شود. کیومرسیتا گزارش می دهد. روز دوشنبه در چارچوب برنامه اینواسیونی امارات متحده عرب در دبی آزمایش اولین تاکسی هوایی بدون سرنشین صورت گرفت. این جهاز را شرکت آلمانی ولوکوپتر تولید نموده است که اصلا چرخبال بدون سرنشین بوده در داخل آن 2 مسافر جای میگیرند. در آزمایش روز 25 سپتامبر تاکسی بدون مسافر به هوا خیست. فعلا این تاکسی امکان دارد که بدون نظارت از بیرون 30 دقیقه پرواز کند و در حالت از کار برآمدن محرک‌هایش با اکومولاتورهای احتیاطی و حتی 2 پاراشوت تأمین است. حالا با فکرم ما به نقطه تاریخی رسیدیم. ما واقعا در لحظه آغاز روند قرار داریم که در دوام تخمینا 5 سال تکمیل خواهد یافت. در این مدت ما باید کار زیادی را از نقطه نظر فناوری و غیره انجام دهیم. ما نمیتوانیم حیات مردم را در خطر گذاریم. ما باید 100% مطمئن باشیم که هر تقاضای فنی اجرا شده است. ولوکوپتر با 10 شرکت آمریکایی و اروپایی برای تولید یک وسیله نو نقلیاتی شهری سبقت دارد. شرکت ایرباس تصمیم دارد که تاکسی هوایی را در سال 2020 به استفاده سپارد. همین گونه شرکت عظیم کیتی هاو، گوگل و اوبر هم در پی تولید وسیله های نو نقلیاتی هستند. ولوکوپتر هم از نقطه نظر فنی و هم از تأمین برق چند وسیله علاوه‌ای دارد. در عمل هر یک از جزوهای مهم در حال حاضر از کار برآمدن با وسیله احتیاطی عوض کرده می شوند و ولوکوپتر پروازش را بدون کدام مشکل ادامه می دهد. امارات متحده عرب سعی دارد که همچون یک مرکز اینواسیونی منطقه ظهور نماید. این کشور اولین مملکت عربی است که خط متروی بدون سرنشین را معرفی نموده. مقصد دارد در سال 2021 به مریخ کشتی کیهانی فرستد. در تاجیکستان روزهای فرهنگی روسیه ادامه دارد. برنامه‌های فرهنگی از روز 24 سپتامبر در دوشنبه شروع شد و در شهرهای بزرگ دیگری تاجیکستان ادامه می‌یابند. هنرمندان اسیتینی از روسیه روز 25 سپتامبر در مرکز ختلان بودند و گزارشی که حالا می‌بینیم در همین باره است. قفقاز در صحنه تئاتر به نام عطا محمد جانفی شهر قرغان تپه با دلاشوبی و رنگ و برنگی فرهنگی خود جلوه‌گر شد. گروه هنری رقصی علن در چهارچوب روزهای فرهنگ روسیه در تاجیکستان به ولایت ختلان سفر کرد. روسلان تدور رهبری انسمبل علن که جامعه زردوزی و تاقی تاجیکی هدیه گرفت استقبالشان در شهر قرغان تپه را یک حادثه حیرت آور نامید. استقبال خوب بود. رقص‌های جنوبی روسیه اسیتینی را به نمایش گذاشتیم که فکر میکنم خوب پذیرفتند. راستی میخواهیم برای چند روز دیگر اینجا بمانیم چون مهمان‌نوازی بسیار خوب بود. مثل که پرزیدنت را پیشواز میگیرند. و شنونده ارجمند، بیننده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخوانید و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه. سپاس که با ما بودید.